صبح بخیر تاجیکستان. دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شب سیاه غم بند بزن. هر چند که دل سوخته چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. صبح بخیر هموطن، صبح بخیر تاجیکستان، صبح بخیر. سلام علیکم هموطنان تاجیک، سلام علیکم مهاجرین تاجیک، سلام بر همه تاجیکان در هر کجای دنیا که هستند. به برنامه صبح بخیر هموطن، صبح بخیر تاجیکستان خوش آمدید. صبح بخیر هموطن، شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. من محمد حکیم از استودیوی رادیو مهر با برنامه صبح بخیر هموطن کنار شما هستم. امیدوارم حال همه شما خوب باشد. از خدای مهربان میخواهم لبانتان خندان، جانتان سالم و خانه‌تان آباد باشد. تاجیکان عزیز، صبحتان بخیر. بهتر است از فرصت‌هایمان بهترین استفاده را کنیم. ما می توانیم از فرصت‌هایمان به دو روش استفاده کنیم. یک، حسن استفاده. از فرصت‌ها بهترین استفاده را بردن، خوب و معقول استفاده کردن. من میدونم تمام شما شنوندگان رادیو مهر و تمام شما تاجیکان عزیز از فرصت‌هایتان حسن استفاده را میبرید. دو، سوء استفاده. استفاده های نادرست از فرصت ها که هیچ کدام از شما شنوندگان عزیز سوء استفاده نمی کنید. من می خواهم یک داستان را برای شما نقل کنم که در آن سوء استفاده از فرصت ها را نشان می دهد. دزدی با اسلحه‌ای وارد بانک شد و تقاضای پول کرد. وقتی پولها را دریافت کرد، رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟ مرد پاسخ داد: بله من دیدم. سپس دزد اسلحه را رو به سمت شقیقه مرد گرفت و او را کشت. او دوباره سوال خود را تکرار کرد، ولی این بار از زوجی که کنار او قرار داشتند پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟ مرد پاسخ داد: نه رئیس، من ندیدم، اما همسرم دید. بله شنوندگان عزیز، اینم نمونه از سوء استفاده است. شاید بعضیا حسن استفاده دانند. تا داستان‌های دیگر و صبح بخیر دیگر، خدا نگهدار تا برنامه بعد. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده
می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org